سلام و درود دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل ارشیکرافت. تو این ویدیو ما قراره بریم 3 تا از بهترین ریسورس پک های بدوارز رو بررسیشون کنیم. بریم سراغ ویدیو. Let's go. اوکی، ریسورس پک اول اسمش هستش گوست 16X رایحان یه همچین چیزایی اسمش، و ریسورس پک سیاهه. شمشیر چوبیش که این شکلیه و آرمور هم ببینید دورش سیاه حتی. و پشمایشو من خیلی دوست دارم، پشمای این پک و کلن پشمایی که این شکلیه و من خیلی دوست دارم، چون که خب خوبن دیگه وول هایی که اینجوری هن. اوکی، دایمندش شکل عادیه ولی بلاک دایمندش رو ببینید یه خورده سیاه اینا داره. بریم بیس رد. اوکی، این از بدت. اوکی، بدشو زدیم. ولی خب اسکای قشنگی داره. اسکای ساده ایه خب، ولی قشنگه دیگه، باز بهتر از یه سری پکای دیگه است. این TNT هم بده. خب الان داشت اون وایت داره میاد. اوکی، ای وای نتونستیم بندازیمش، ولی خب ایبی نداره. اوکی بزنیمش. وای زدمتمون، مهم نیستش. اوکی، پک بعدی اسمش هستش پگاساس 16X پرو ایکسیوا، یعنی اگه درست خونده باشم ساختتش. پک خیلی قشنگیه، خودم خیلی دوستش دارم، ولی تو ویدیوام هیچ وقت استفادهش نکردم. تو هیچ کدوم از ویدیوهام. نکن شمشیر تمیزی داره، شمشیر بالی داره. و میایم بقیه چیزاش. گلدن اپلش عادیه، یعنی عادی، یه چیز ساده است گلدن اپلش. اگه اینجا ببینید TNTش یکم فرق میکنه و آرموراش داخل بدن فرق نمیکنه، ولی چیز دیگه یه خورده با عادیش فرق میکنه. خب بریم بیس رد و پشماش. میرسیم سراغ پشماش خیلی قشنگه. خب میگم پک قبلی من پشماشو بیشتر دوست دارم، ولی این دلنشین تره. یعنی چی دلنشین تره؟ الان اینترنتم قطع شد. یعنی اینکه چیز دیگه دیتیل بیشتری داره. خب 100% وقتی روی چی بیشتر کار بشه آدم بیشتر دوستش داره. و کندنش هم پر شدنیه. او از کجا داری میزنی؟ کوشی تو نمیبینمت. کوشش نیست. آیا چیتره؟ یعنی چیتره؟ اوکی افتاد. افتاد. کوشی نمیبینمت. رفت فیسمون. اوکی بریم. امیدوارم ببینمش. چرا چیز نشد؟ کوشی دوست عزیز. آها اینجایی. سلام. اوکی مرد. نمیدونم چرا نمیدیدمش. یکم عجیب بودش. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی. خب و بدش ویکتوری. یس. اوکی، ریسورس پک بعدی اسمش هستش فیزل V2 چیل فیزیه. ببین من نمیتونم بخونم این رو، داخل دیسکریپشن همه اسماشون رو میذارم. خب این پک پشماشو اگه ببینید، پشماش یه جورایی میشه گفت دیفالت طوره. آهناش خیلی قشنگه و آرمورش، هلمتش یکم فرق میکنه. اگه اینجا ببینید شمشیر خیلی تمیزی داره، خیلی تمیزه شمشیرش. و بدش عادیه، بد خاصی نداره. ببینید برای کسایی که میخوان یه دونه ریسورس پک تمیز خوب داشته باشن که بتونن قشنگ راحت بازی کنن باهاش و FPS خوبی هم باش بگیرن، ریسورس پک خوبیه. اوکی مرد. ریسورس پک خیلی عالیه خدا وکیلی. دایمندش اوکی. بریم بدشو بزنیم. بدت. وای خودش هم میتونستم بزنم. 8 تا بود ولی ایمم رفتش اونور. اوکی خب گلدن اپلش این شکلیه و
اکثر چیزاشون میتونه شیرزش فرق میکنه بیشتر و خوردناشون هیچ کدوم از پکا صداش تغییر نکرده. اوکی خب الان وایتو که زدیم، خب بریم یه دونه پرات برای خودمون بگیریم. اولش با یه دونه پرات بگیریم، با چی؟ یه دونه ماینر فتیک بگیریم و شیرزش من خدا وکیلی ندیده بودم تا حالا شیرزشو. اوکی یه دونه شارپ به ما بده. گرهی که رفته بدمون رفت. اوکی. خدا رو شکر، خدا رو شکر بدمونو کی زدش؟ رد بدمونو زد. اوکی بریم شارپو بگیریم. شارپ به به. اوکی بمیر بمیر. وای وای زدتمون. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید و اگه دوست داشتید کامنت بذارید و لایکاتون باعث میشه که کلی من انرژی بگیرم و ویدیوهای بهتر و خفن تری بذارم. تو صورتمو ببینید و نمیدونم چرا تیرکس ما اینجوری میشه و اسکینمو لود نمیکنه کلا. نمیدونم تی لانچر مشکلش یا یه چیز دیگه، ولی خب اسکینم لود نمیشه. به بزرگی خودتون ببخشید بابا و خدا نگهدار.